یک روز یک دختر کوچک در آشپزخانه نشسته بود و به مادرش که در آشپزخانه کار میکرد نگاه میکرد. ناگهان دید چند تار موی سفید در بین موهای مادرش پیدا شده است. از مادرش پرسید: مادر جان، چرا بعضی از موهای شما سفید است؟ مادرش گفت: هر وقت تو یک کار بدی میکنی باعث ناراحتی من میشوی و یکی از موهایم سفید میشود. دختر کوچک کمی فکر کرد و گفت: حالا فهمیدم چرا همه موهای بی بی جانم سفید شده است.